احمد هستم، رئیس قانون تخلص میکنم، فارغ التحصیل از انستیتوت ملی اداره و مدیریت نیما و فعلا در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی من حیث کارشناس امور مالی و حسابی فعالیت میکنم و مصدر خدمت بر مردم است. در جریان فراغت ما، وقتی که ما فارغ التحصیل شدیم از انستیتوت، در جشن فراغت ما بنابراین که از بین اون محصلین نخبه باید یک نفر نماینده انتخاب میشد و سخنرانی میکرد، من حیث محصل نخبه من انتخاب شدم و سخنرانی من ادامه دادم و در طول سخنرانی خود اشارت به داشتم با چقدر مشکلات ما تانستم که دوره تحصیلی خود در انستیتوت اداره و مدیریت نیما ما پایان برسانم. در خانواده فقیر ما متولد شدیم، یعنی ما همون قدر توانایی داشتیم که امروز و فردای خود بگذرانیم و ما به خاطر امرار معاش و زندگی خود مجبور و مکلف بودم که در جای دیگه کار داشته باشم. من یک شفاخانه کار میکردم، صفاکاری میکردم. ما مجبور بودم شب تا صبح تشنابا را بشویم و صبح با چشم بسته بیایم و درس بخوانم. جناب مولوی صاحب غلام حیدر شهامت، رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی، طرف ما اشاره کرد و از ما خواست که به روی میز تشریف داشته باشه و دیگه پایین نشم. وقتی که من استاد شدم، پیش روی همه وعده سپردن که زمینه تحصیل برای من بودجه شخصی خودشان فراهم میسازن و در پهلوش وعده سپرد که میتونم در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی بیایم و بست خالی در صورت پیدا شدن یک بست خالی ما در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی جذب شوم و مصدر خدمت مردم شوم. اصول در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی چی است؟ که ما در حدود 40% در داخل صنف هستیم، یعنی ما 40% به شکل تئوری یا همون درس‌های عمومی میخوانیم و 60% سر ما کارهای عملی صورت میگیره. پیام بر جوانایی است که افغانستان به کار نیاز داره. بیاین مراجعه کنید به اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در مکاتب انستیتوت اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و آینده خود، کشور و مردم خود تضمین کنید.